صرف می‌کنه. اول اگر در عالم علوم دقیق علمانی رو در اروپا به مثالی پاسکال، مندلیف، نیوتن، آرخیمید شناخته باشیم ما در عالم فارس هم علمانی وجود داشتند از قبیل ابن علی سینا، زکریا رازی، الفارابی، بیرونی، محمد حسین دهلوی روز پیش میکنم بچه و دیگران که به ما میراث بزرگی را باقی مانده‌اند. و یکی از اینها زکریا رازی که آن را در اروپا چون اویروس میشناسند و در ما باشه ابروزه میگوییم. راز هستم میگویم راز هم میگویم. دو کتاب طبی بزرگ دارد، یکی طبی معنویات دخان مدیسینا و دیگری الهاوی. دخان مدیسینا این زیاده از 20 قسمت رو در بر میگیرد. قسمت مهم رو که قسمت اول در ستایش عقل تو جواب اکن باز برمیگردیم پسندتر دوام تیده میخواد نایسته در هر کدامشو هم باباشت گویدو بس آنیتر برمیگردیم در ستایش عقل کتاب اول. کتاب دویم در گفتار خردنامه پلاتون. کتاب سوم گفتارهای طبی آید به روح. کتاب چهارم در نقصانهای تن انسان را گفت میگوید. کتاب پنجم آید به ستایش عشق و محبت. کتاب ششم در ستایش خودستایی. کتاب هفتم در باب حسد. کتاب هشتم در دروغگویی. کتاب نهم در بخل و بخیلی. کتاب 11 در آزاد بودن انسان. کتاب 12 در باب کیمیاجویی بودم. کتاب 15 آید به شراب نوشی. کتاب 16 در زنا. کتاب 17 آید به اثرهای روزگارداری و صرف بیهوده آن. کتاب 18 در اثرهای نکوخساری. کتاب 19 در قوه‌های بدی. کتاب 20 در ترس پیش از مرگ. باز چنین کتاب ها بودن در ادبیاتی ما و شما چون کتاب های باید به معنویات نوشتگی تیبی معنوی را یا دخالت کردن یا که اومان در باره تیبی معنوی نوشته شد. از تیبی معنوی دخالت کردن و از این پیروی نمودن. مثلا همون کتاب مسئولان ادبیات خزینه دواهای محمد حسین دهلوی چوب سنگینش سالی 1858 بار اول به سریلی در دهلی برآمد. همین گفته است که من پیروی اساسی در تیبی روحانی قایم میکنم لشکر رازی. باز مصنوی معنوی را گفتن ممکن است. دانشنامه را گفتن ممکن است. دانشنامه که بایسری هم گفتن ممکن است. بود چی را گفتن ممکن است. عمر خیام گفتم. پیروی سیمبول نامه. نیستیم در مسئله عقل ما کوشش داریم که
جمعیت ما عقل گرایی کنن، از احساس براید. راست؟ درک کردید شما؟ چند روز ما صحبت کردیم، شما هستید فکر میکنید که این چیزی مقرری میخوای باید باشه، لیکن وقتی که شما یک دانش معین میگیرید میفهمید که این نقطه عالی انکشافی انسان نیست و باز از این بالاترش هست. یعنی عقل میگه، عقل استفاده میبرن در کار، در مکاری، در حیله، در دزدی، در کارهای بعد عقل استفاده میبرن، لیکن عقلی که برای پیشروی معنویات رسیدن، به خدا نزدیک شدن، جمعیت خوب داشتن، انسان کامل شدن کم استفاده میشه. درباره عقل گپ زنیم. همون مسئله گفتید که درباره اندر عقل یک بابی کتابی خیلی گفتن میشه که مثلا باید چی را در نظر داشت. وای در همون وقت حکیمت رو بندر داشتم برداشت که اون وقت به کتاب روی کمی آوردم. برعکس بسیار با کتاب سخت رو می آوردن. هم دوره ها بازار کتاب ها بود. همین آدم، همین زکریا رازی چی داشت؟ لابراتوری داشت، سپیرت همین استحصال کرد. الکل، الکل، خیلی بین گرفت یکم بار چی آفرید؟ سوس کرد. واکسینه همون چیزی که شما از گفتید. تصور کنید. کتابخانه بود که کتابخانه مار بود اون وقت. بسیار نه، مثلا بود، لیکن جمعیت در حالت جهل قرار داشت. عقل فرق کننده انسان از حیوان در چی است؟ در عقل است. که عقل داره، تفکر داره. انسان از فرشته چی فرق میکنه؟ چی داره؟ نفس داره. فرشته نفس نداره. خلاص دو تا فرشته تنقید کردن آدمیزاد و مواد را فرستادن، دیدید که چی شد؟ با روت که یک نام دیگهش همه قدر بیرون خیلی نقلش هست، روایتش هست. فهمو اینه که عقل، مسئله عقل، همین چیزی که حاضر ما شما رو میخواهیم که عقل در شما چی باشد؟ فزون باشد، زیاد باشد، برتری داشته باشد. در انسان دو قوا وجود دارد که قوه نفسانی و دیگه قوه عقلانی. اگر قوه عقلانی غلبه کند انسان به راه نیک میرود و اگر که نفسانی غلبه کند انسان به راه بد میرود. همین گروه های شما کدام قوه زیاد؟ قوه احساسی یا که جسمی یا که عقلی یا که معنوی یا قلبی؟ خود بکنم نوشته چون که اصلا سکر میگوید که در جمهوری ما میگوید، در جامعه امروزی میگوید، جوانان میگوید که بحرانی معنوی هم دیگه، بحرانی عقلانی هم دیگه برای جوانان با بحران بچه ها نداره، اینا رو آموزاندن در کار. مثلا شما حیوان رو میگیرید کوچه رو میخواهید که باید او کار کنید که کسل نشود. حیوان عادی رو میگیرید انتیبیوتیک گذارنده میشید که کسلش گم شود و میگذد. جوان ها همین خیلی وقتی میخواهی اگه اون چیز باموزی ریاکسه میکنه، یا که باید فشار میره پچق میکنی یا این که باید میفهمونی. و هر حال باید اوزی نمیفهمد چون که از درون قوای زیاد حس میکنن. قوایی که باید احساسش هست، جسمیش قواشش هست. بعضی جاست مثلا بسابی کلان سوار دستگیری سخت میشون، اشتباهشون. برای این بحران، بچه ها در بحران نیستن، جامعه هست. جامعه هست. جوانان نیست، جوانان انکشاف تیت انکشاف میابد، نه تیت نمیابد. این چی هست بحران؟ جوانان در یک چیز بحران دارن. بحران دانش کمی میکنن، اطلاعات کم هست. بسیار خوب، بسیار. ما امروز آمدیم هم مسئله
واسطاشن مدیسینا تیبی خلقی اساسش در همین چی هست؟ در همین قواهای نیروی انسانی هست. اساس قواهای نیروی انسانی این در تنش 4 عنصر است. 4 عنصر آتش، هوا و آب و خاک. این قواها کم و زیاد و پست و بلند میشن، آدم کسل میشن. و قوای عظیمی که در وجود انسان است، اما انرژی که خیتایا چی میگوین، هندو ها پرانا میگوین، تاجیک ها جان میگوین، روسا دوشه میگوین، در دین خریستانی روح القدس سویتای دوخ، قرآن با آمدگی. نمیز ها آد میگویند، خیلی یپون ها چی میگویند، یونانی ها پرانا و افیر یکی پسیخیه میگویند. تصور کنید که این خوب ما امروز اندر گام میزنیم. ممکن است که امروز تیبی اروپا پیری به تیم ما دارد. میگه که باید دارد که آنچه که افرنجان کاشتن حاصلش سهرانشینان برداشتن. یعنی میتونم میگن سیستم کریدیتی هم، سیستم کریدیتی پیش من چهل سال پروبیسیونر نمیخوندیم، الان نمیرفتیم، الان نمیخوندیم، الان نمیرفتیم. نیوز همه سیستم کریدیتی شدی، همه که توی موضوع بود نکنیم، موضوع دیگه نمیگذره. اینا بسیار فرقی داره. اروپا از ما شروعی این ما گرفتیم با بسیار بورس شروعیم. باز گفتنی داری درباره تیبی معنوی. بچه ها اگر یادم بکنم گفتنی داشته باشید معنوی. درباره تیبی معنوی در حقیقت جوان ها خیلی کن فهمیده نشه ممکن. لیکن تلچاک در کار که شما برایید هست همین بحران اطلاعاتی اینفرماسیونی. لیکن بحران معنوی اولی شما ندارید که اولی شما هنوز معنویات نمیفهمید چی هست. هست باز زیبان در دارید بچه ها دختران فعال شده مدینه گویگان چیزی درباره تیبی معنوی. شما اگر یکان اندیشتان باشد گپ زنید.